لذا تمام قضیه اینه، ما تعارضمون با آمریکا اینه که ما الان یک پارادایمی هستیم بالقوه در مقابل پارادایم بالفعل آمریکا. آمریکا فعاله به عنوان کسی که میگه من تمدن بشری رو تو این چارچوب تعریف کردم و این هست، خودش هم قانون ربوبیته، انا ربکم الاعلی. ترامپ الان فرعونه، بعدی هم که میاد جاش میشینه، هی فراعنه دارن عوض میشن دیگه. و همین خاطری که میگه صلح از طریق قدرت، امنیت از طریق قدرت، هر چیزی که با او باشه درسته، هر چیزی که در مقابلش بیسته نادرسته. تروریسم، هر چیزی که جلوش بیسته مصداق تروریسته، حتی اگه پیغمبر باشه میزنه دیگه. حضرت آقا باشه تروریسته، هر چیزی که با او باشه، نتانیاهو باشه، این درسته. این شاخص منافع فرضی است دیگه او داره و هنجارساز خودشه، خوب و بد